یک شهروند 33 ساله تاجیکستان که در وطن او را به فروش مواد مخدر عیبدار می‌کنند، هنوز ماه ایول سال 2023 هنگام عبور گذرگاهی از اینکه در مرز قزاقستان با ولایت سراتوف روسیه به دست افتاده، در انتظار استردادش به تاجیکستان در حبس قرار دارد. معلوم نیست که استرداد جوان دستگیر شده کی صورت خواهد گرفت. در تاجیکستان به او بر اساس قسم 3 ماده 200 کودکس جنایتی این جمهوری به فروش مقدار زیاد مواد مخدر عیبدار می شود. بر اساس این بند قانون به وی همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان تهدید می کند. خود دستگیر شده و یا ادوکات یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی دادستانی ولایت سراتوف در اطلاعش گفت مقامات تفتیشاتی تاجیکستان او را به آن عیبدار می کنند که ماه ایون سال 2022 در شهر کولاب در اساس مصلحت پیشکی به یک نفر دیگر به نرخ 9000 سومانی یا $800 300 گرم مواد مخدر نوع حشیش را فروخته است. اون خریدار این مواد مخدر را به شهر دوشنبه برده همراه یک مقدار دیگری حشیش که از کسی دیگر خریده بود پنهان کرده است، ولی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان او را با 382 گرم حشیش دستگیر کردند. بعد به دست افتادن شریکش ساکن کولاب فرار کرده است. تا زمانی که بعد یک سال فرار ماه ایول سال 2023 در گذرگاه از این که در مرز روسیه با قزاقستان هنگام تفتیش حجت‌هایش به دست افتاد. مهاجران از منطقه‌های گوناگون اساساً قسمت اروپایی روسیه هر سر چند ماه از گذرگاه از این که به قزاقستان گذشته بعد ساعت باز به روسیه برمیگردند. این حیله عبور مرز به آنها امکان می‌دهد که بود و باش خود را در روسیه باز از سر خط شروع کرده برای باش چند ماه دیگر حق دیگر باره اقامت و کار در این کشور را به دست بیارند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است.